موتورم توی گل گیر کرد، زیر بارون خیلی شدید موندم و جاده‌ها واقعا وحشتناک بود، ولی به مسیر ادامه دادم تا به اینجا برسم. دهکده‌ای به نام سیکور توی جزیره لامبوک اندونزی، جایی که اینترنت وجود نداره، حتی برق هم توی کلبه‌ها و اقامتگاه‌ها نیستش، ولی به جاش آرامش خالص رو میتونی تجربه کنی. این ویلیج خیلی عجیب و متفاوت بود و مردمش به طرز عجیبتری خوشحال بودن. فکر کن کلا چیزی به عنوان شهرداری وجود نداشت و هفته یک بار توی حیاط خونه‌هاشون آشغالاشون رو آتیش می‌زدن. شغل اکثر مردم اینجا کشاورزیه و چند نفری خلاقیت به خرج داده بودن تا چند تا کلبه درست کنن که شاید کسایی مثل من که عاشق مدیتیشن و ذهن‌آگاهی‌ان برای تمریناشون به اینجا بیان. راستی من یک جهانگردم که تمام تجربیاتمو تو سفرام باهاتون به اشتراک میذارم.